با عرض سلام دوستان، بنده امانی هستم. امروز در خدمت شمام تا شما را آشنا بکنم با یک صرافی فوق‌العاده جذاب و بسیار معتبر که تو سایت کوین مارکت کپ رتبه 15 رو به خودش اختصاص داده و جزو صرافی‌های تاپ جهانیه که تازگی به ایرانیا خدمات رسانی میکنه و فعالیت رو تو ایران شروع کرده. امیدوارم به سرعت با این صرافی همکاری بکنید، ثبت نامتون رو شروع بکنید، چرا که جزو اولین ها میشید و بسیار سود عایدتون خواهد شد. خب بریم یه معرفی رو از این صرافی داشته باشیم تا بریم قسمت ثبت نامش رو پشت سر بذاریم که دیگه مشکلی براتون پیش نیاد. خب صرافی بیت مارت از سال 2018 فعالیت رو شروع کرده و بیش از 9 میلیون نفر کاربر فعال داره دوستان. بیش از 1000 ارز دیجیتال پوشش میده که تمامی ارزهای شناخته شده هم جزو این اعداد هستن. اپلیکیشن موبایل داره، معاملات اثبات، کسب درآمد از طریق استیکینگ، معاملات مارجین، فروش در بازار NFT رو هم براتون فعال کرده. دفتر مرکزی این صرافی در جزایر کیمن متعلق به بریتانیا است و تو چین، کره جنوبی و آمریکا هم دفترهایی رو برای خودش داره. اسم مدیر عامل این صرافی آقای شیلدون است و بسیار صرافی معتبریه. خب دوستان بریم سراغ ثبت نام. قبل از اینکه بریم سراغ ثبت نام یک توضیح در مورد رفرال کد بهتون بدم. اگر از رفرال کد حسین بیارتو استفاده بکنید، توی بونوس ها و کمپین هایی که به این رفرال کد تعلق میگیره شریک خواهید بود، سهیم خواهید بود و هر مشکلی که براتون پیش بیاد از طرف صرافی رو به شخص خودم پاسخگو خواهم بود و تمامی سوالاتتون و حرفاتون رو پاسخ خواهم داد. خب بریم سراغ ثبت نام. برای ثبت نام دوستان از رفرال کدی که زیر این ویدیو قرار میدم استفاده بکنید تا هر مشکلی که داشتید خودم پاسخگو باشم و ارتباط مستقیم با صرافی رو دارم. خب تو قسمت ایمیل یک ایمیلی رو اینجا ست بکنید دوستان. خب ایمیل رو اینجا ست میکنیم. یک پسورد قوی رو اینجا دوستان ست بکنید، برای خودتون بارگذاری بکنید که 8 کاراکتر داشته باشه، از اعداد، از حروف کوچیک و بزرگ، از هشتگ دلار استفاده بکنید تا تقویت بشه پسورد شما و این قابل تغییر هستش. این پسورد تو ویدیوهای بعدی خدمتتون عرض میکنم چگونه این کار رو انجام بدید. فعلا به صورت ساده پیش بریم. خب یک پسورد رو اینجا ست بکنید. خب بعد از گذاشتن پسورد باز هم میگم حتما اطمینان حاصل بکنید که از رفرال کد حسین بیارتو استفاده کردید و وارد این صرافی شدید که کمپین رو فعال داشته باشید برای خودتون و هر مشکلی که داشتین بنده در خدمتتون باشم. پذیرفتن تیکه قوانین و مقررات رو هم بزنید و روی گزینه ساین آپ کلیک بکنید. بعد از اون دوستان یک کپچری رو به شما نشون میده که از سمت چپ به راست روشون علامت گذاری میکنیم، عدد گذاری میکنیم. اول قیچی، بعدش این استخون و بعدش هم این تو. خب روی اوکی کلیک بکنید تا این کپچر به راحتی حل بشه و وارد مرحله بعدی بشید. تو این قسمت ازتون میخواد یک کد 6 رقمی رو به ایمیلتون ارسال کرده. اون کد 6 رقمی رو خارج بکنید و توی این باکس جاگذاریش بکنید. بریم وارد ایمیل بشیم دوستان. خب اون کد رو اینجا بارگذاری میکنیم و وارد صفحه اصلی صرافی میشیم. ببینید دوستان به همین راحتی صفحه اصلی صرافی رو مشاهده میکنید. وارد صفحه اصلی صرافی شدید و ثبت نامتون کامل شد. یک بونوس خوش آمدگویی هم براتون تهیه شده با رفرال کد حسین بیارتو. حتما استفاده بکنید. بین 10 تا 100 دلار به صورت رندوم بهتون این پاداش رو تقدیم میکنیم و امیدوارم که این پاداش براتون سودآور باشه و معاملاتتون همیشه پرسود باشه. خب تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. نمیخوام ویدیو رو خیلی طولانی بکنم، خیلی صحبت هست در مورد این صرافی. امیدوارم استفاده بکنید از تمامی قسمت های این صرافی، لذت ببرید و هر سوالی داشتید من در خدمتتون هستم. به روی چشم پاسخ شما رو خواهم داد. تو کامنت ها و حتی توی
آیدی تلگرامی که قرار میدم. میتونید سوالاتون رو بپرسین توی پیج اینستاگرام، هر جایی که دسترسیتون راحت تر به من بود سوالاتون رو بپرسید، من در خدمتتون هستم و تمامی سوالات شما و مشکلاتتون رو رفع خواهم کرد و پاسخ خواهم داد. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه. شما رو تا ویدیو بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.